إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حضار گرامی، برادران مومن، به سلسله جمعه های گذشته در مورد اهمیت دعوت که الله متعال 5 صفت ممتاز پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک آیت سوره احزاب بیان میکنه، سری صفت شاهد بودنش سخن گفته بودیم. امتیاز یا خصوصیتی که الله متعال، مقام و منزلتی که الله متعال برای پیامبر صلی الله علیه و سلم داده، بنابر کدام اوصاف است؟ صفت شهادتش تشریح کرده بودیم که الله متعال پیغمبر خود خطاب میکنه: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا. دوم صفت ممتاز پیغمبر صلی الله علیه و سلم که همه انبیاء علیهم السلام در این صفتا شریک هستند، الله متعال بیان میکنه: مبشرا و نذیرا. ما تو را روان کردیم مژده دهنده، و مردمی که دعوت میدی تو پیام خوشخبری، سخنایی که واقعا در ذهن ازوا تاثیر میگذاره. یقینا پیامبر صلی الله علیه و سلم تنها بیان جنت بر ما نمیکنه، بلکه اگر ما در دیگر ثمراتی که الله متعال به انسان بخشیده هیچ نظری نکنه، تنها تأمل و فکر دایی بکنه که الله متعال یک عمل بنده خود چقدر کرامت میبخشه و چقدر ثمرات و نتایج مرتب میکنه، انسان بجز از اینکه اعتراف بکنه که الله متعال یقینا ذات کریم است، و انسان مجبور میسازه به این که یک امر الله متعال هم از پیشش ترک نشوه، و در یک چیزی که الله متعال منع کرده انسان دست خود پیش نکنه. عجیب خو این است که ما را هم الله متعال پیدا کرده و تمام کمالاتی که ما به دست میاریم توسط اعضای وجود ما، امی اعضا را هم الله متعال بر ما داده. مهارت و سلیقه پیدا کردن یا کسب کمالات، این هم الله متعال بر ما داده. از ذات خود ما چیزی نبودیم، الله متعال بود که انسان کرامت بخشید، مخلوق ممتاز در بین تمام کائنات جور کرد شه، و این قوت برش داد که در دنیا حاکمیت بکنه. دادم از جانب الله، ملک و مالم از الله متعال. تنها برای تو بنده فرمان میده اینی مقدار مالت بگی در اینجا مصرف کو، اینی مقدار علمت که برات داده شده دینمی را مصرف کو، اینی مقدار نفوذ اجتماعی یا قوتی که داری امیر در فلان نقطه مصرف کو. صرف به استعمال امو نعمتی که الله برات داده، الله متعال نه تنها عوض و بدل یک چند میده، بلکه الله اعلان میکنه: من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. عزیزان گرامی، مالی را که من کمایی کردم با کدام سلیقه، با کدام مهارت، نه خود پیدا کرده بودم، نه اسباب کسب پیدا کردن من خود پیدا کرده بودم، نه راه کسب من خود فهمیده بودم. همه از جانب الله متعال است. ولی بازم به ما و تو می فرماید
نه تنها که بده اکتفا شوه، مثل الذین ینفقون فی سبیل الله کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبه. یک دانه را میکاری 7 خوشه از این بالا شوه و در هر خوشه 100 دانه باشه، در 700 چند یک عمل نیکی و مالی تو برسه، بلکه به این اکتفا نشوه. والله یضاعف لمن یشاء. الله دو چند میسازه، زیاد میسازه به کسی که الله اراده بکنه. حرکت بنده خود مشاهده میکنه، اخلاص و نیت بنده خود الله میدانه، محل مصرف الله میدانه، در کدام موقع و زمان این دانه را مصرف میکنه کلش الله میدانه. اکتفا به 700 ام نیست، بلکه بالا میره. ایو نمو عظمت سخاوت الله متعال بالای بندگانش است. ما و تو بنده بعد از این احسان و نعمت بزرگ الله چه قسم برات گنجایش داره و بری خود روا میداری که همچو عملی که الله برات پاداشی چندین چنده برات میده بازم تو قرار بشینی، دستی تبسته بکنی، علم تبسته بکنی، دعوتی تبسته بکنی، نفوذ اجتماعی تبسته بکنی، از آن چیزی که خیر تو به مخلوق الله متعال میرسه به خاطر رضای الله امو کمالاتی تا قربانی نکنی. آیا مؤمن؟ معلوم شد که این مؤمن اگر اینمی قسم اعمال در زندگی خود انجام داده معرفتش با الله ناقص است، الله را نشناخته. اگر الله را می شناخت یقینا بعد از او می دانست که یا الله این کمالات برای من به این خاطر دادن نشده که من این را ذخیره بکنم، بلکه این را درای تو مصرف بکنم. این مصرفی من دو فایده داره، دو نتیجه داره. سبب مدحم در دنیا، سبب حفاظت مصیبت ها و بلاها در دنیا، سبب ازدیاد علم و مالم و برکت در مال و اولادم در دنیا. اما بزرگترین نتیجه در آخرت است که سبب نجاتم در آخرت میگرده. چطور یک انسان این امور ترک بکنه؟ برش بیان شده تو در منزل روان هستی، اونجا قیدگیری هست، شرط و شرایط هست، ویزا نداشته باشی از طیارت تو را پایین نمیکنه، پس روانت میکنه. در ممالک دنیا ما تیاری میگیریم، پاسپورت طوری جور میکنیم که مطابق قانون بین المللی باشه، یک در نامت اشتباه باشه نمیپذیرت، پس رد میکنه. آیا در نظام الله متعال که هیچ چیز از پیشش خطا نمیخوره، در نظام الله متعال که رشوت وجود نداره، در نظام الله متعال که کامپیوترها خراب نمیشه، و کامپیوتر الله متعال است. تو بنده چه قسم در حالت غفلت قرار داری، از اون نعمتی که الله برات نصیب کرده استفاده نمیکنی. بزرگترین نعمت الله تو را مؤمن ساخت، عقیده صحیح و درست نصیبت کرد. ای برادرم که در این مسجد میایی افتخار داری، از نقطه دور حرکت میکنی، حرکتی تا آغاز میکنی، در 9 بجه تو حرکت کرده ای و میگی که من یک نمازه طوری میخوانم که سنتای پیامبر صلی الله علیه و سلم مکمل عملی شوه. چطور راودار نیستی که از این دعوت خود فایده و ثمره به یک برادر مظلوم دیگه که در تاریکی قرار داره تو از این نفت به او نرسه؟ آیا از این حدیث بزرگ پیامبر که دنیا داد میزنه حقوق بشره، موادا را تهیه کرده سال به سال اضافه میکنه، این ماده برای حفاظت حق یک فرد انسانی در جهان. اما پیغمبر ما ضرورت به ساختن این مواد نداره، ضرورت به اضافه کردن این مواد نداره. در یک کلمه جامعه مکمل مسئولیت یک مؤمن مشخص میکنه و مؤمن بعد از تعمق و تفکر در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم درک میکنه که من در برابر برادر مسلمان خود چی مسئولیتی دارم. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. ایمان کامل نمیگرده تا وقتی که آن چیزی را که برای خود میپسندی خوش داری او را برای برادر مسلمانت بپسندی و خوش بکنی. الله اکبر. اگر به یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل شود در دنیا ادناترین نزاع، جار، جنجال، نفاق، جنگ، جدل قطعا وجود نداره. چرا در حق مردم تعارض کنم؟
خودم نمیخوایم کسی سری حقم تعرض کنه. چرا سری خواهر مردم نظری بد داشته باشم؟ خودم نمیخوایم کسی به خواهرم بد نظر بکنه. چرا ما به برادر مسلمان خود غیبت و دروغ، فریب و دجل بکنم، در حالی که نمیخوایم برادر دیگه در حق ما بکنه؟ موضوع حل است. در دنیا نزاع دیگه موجود نمیشه. اما تأسف در اینجاست که این سخنان گوهربار پیامبر در بین کتابات توسط محدثین بزرگ روایت شد و در سر انواری در اوجا قاط شد. به این ملت گفته نشد، به این ملت فهمانده نشد. ملت مسئولیت خود درک نمیکنه، وظیفه خود نمیدانه که ما چی انجام بدیم، چی بکنیم. جناب عالم 20 سال تیر کردی، اطور سختی ها را تیر کردی که نان پیدا نمی کردی. 14 قسم طعام یخ در یک ظرف جمع کردی. قوت لایموت خورده رایی بودی. این علم برای چی آموختی؟ کدام عقیده توحید الله را به این ملتی که همیشه در شرک افتاده تبلیغ کردی؟ علمای ما هر کدام تلاش داره به مردم ثابت میکنه دعا به هیئت اجتماعی هست یا نه، توسل به قبرها و به ذوات فاضله هست یا نه، یا محمد گفتن هست یا نه. انشالله یک جمعه را باز اختصاص میدیم به این مسائل که گوشای شما یک کمی باز شوه، که مردمی که قوم خود به چشم سر میبینه که به قبر سجده میکنه، در شرک افتاده، و شرکی که تمام اعمالش برباد میسازه، و شرکی که قرآن بیان میکنه انه من یشرک بالله فقط حرم علیه الجنه. غمی برادر مسلمانی از این نگاه بکو که اگر شرکت الله سرش جنت حرام کرده، علمم رسالات چاپ کرده رایستی، مردم به تشویش انداخته رایستی. اگر مردم هوشیار باشه تنها به این میفهمه، میدانه که آیا امر اتفاقی که یک فرد مسلمان در او نزاع و اختلاف نداشته باشه سر از او عمل بکنه، یعنی که طور چیزی را عمل بکنه که بعضی مردم او را شرک میگه و بعضی مردم مطلق روا میگه. نیکه و بابیت هم مستحب بودن و سنت بودن و واجب و فرض بودنش ثابت نمیتانی که هر قدر زور بزنی فقط بگوی که محض روا است. اما چرا اینطور رای را انتخاب نمی کنیم که یک نفر در او اختلاف نداره؟ ما از الله میخوایم ولله الاسماء الحسنى، قرآن برای ما میگه برای الله نامای حسنا و بهتر است، فادعوه بها. الله متعال مرا فرمان داده که به اسماء و صفات الله دعا طلب بکو. ضرورت ندارم جناب محترم که عالی تو برای ما ثابت میکنی که بله به حرمت فلانی و برکت فلانی و طفیل فلانی این دعام جایز است. ما پشت جواز نمیرم، ما فرمان الله خدا گرفتیم، در اون مسئله ایش داخل نمیشم که اختلافی علما درش وجود است که بعضی روا و بعضی ناروا میگه. ما او رای را انتخاب میکنم که الله برم فرمان داده. جناب عالم به این امت تشویشا را خلق نکنه، به این امت طرف شرک دعوت نده. توسل به ذات فاضله. کدام زن به نزد تو خو به زن تعلیم حرام است؟ از خانم نکشیدی، ترجمه قرآن خو ملایتم نفهمید، درس حدیث خو به هیچ کسی نگفتی. واکی در قبر میره توسل میکنه یا استغاثه میکنه، از قبر طلب میکنه یا قبر وسیله قرار میده. تو را بالله قسم اگر عالم هستی جواب بدی. یکی بریم اردوی ما یک جا دمو زیارت های نام نهاد تو قرار میشینیم، مردم میایه از اونجا حاجت های خدا میخواه، چی میکنه؟ کم کم از پیشش سوال میکنیم که مردم به کدام مقصد رفته. جناب عالم چی ضرورت است پول مصرف میکنی؟ خدمت عزیز بکو که دوستی تقاربت لا اقل برادر مظلوم مسلمانت در شرک واقع نشوه. در آخر امری که از دنیا رحلت میکنه یقینا کلمه توحید الله، عقیده توحید الله در زبانش جاری باشه، قلبش مملو از یکتا پرستی باشه. چی ضرورت است رساله را علی دعا به هیئت اجتماعی هست یا نه؟ دعوا چیست؟ حدیث از کجا میاری؟ چی را ثابت میکنه؟ عوام فریب نده. منظورم چیست؟ برادرای مسلمان، الله متعال پیغمبر میگه وظیفه بشارت است، مژده بدی به امت آگاه بساز که ای مخلوق پیدا کرده الله متعال هستی،
نعمتایی که براتان داده شده از طرف الله داده شده، اما این نعمت‌ها را الله پس از شما خریداری میکنه. علمتان خریداری میکنه، مالتان خریداری میکنه، قوتتان خریداری میکنه، نفوذ اجتماعیتان خریداری میکنه. در بدل شما خبر داری اگر در دنیا هیچ چیزی برات میاثر نشوه، اینطور نتیجه و اینطور عوض میده که در او وقت و زمان کل جهان اجرا بکنی و یک نعمت الله برابری کرده نمیتونه. شما بگوی که امروز امت کدام طرف روان است، کدام جهت روان است، از کدام نعمت الله در راه الله مصرف کرد؟ از علمش، از دعوتش، از مالش، از چیش در راه الله استفاده کرد؟ امت چرا خواب است؟ داد از محبت پیامبر صلی الله علیه وسلم میذاریم. آیا تحقق پیدا کرد امیگت؟ آیا کدام روز ما مبشر شدیم؟ آیا یک برادر مسلمان خودم متوجه ساختیم که امت در کدام مصیبت و بلای بزرگ قرار داره و تو توانمندی از این داری که یک گوشه از این مصیبت موتون دور کرده بتانیم، ذریعه و سبب برای دور کردن مصیبت جور شویم، بیکی موتون دست به دست بدیم. تأسف است یک تعداد دوستای ما نه تنها که دست به دست نمیده، او کسایی که دست داده با تو در تلاش عزیز که دستی از او از تو بکنه، دیگه طرف منصرف بسازه. دعوتگر اگر واقعا تو دین الله را دوست داری، اگر واقعا جهاد الله را دوست داری، نکو مراکز دین تخریب نکو طایفه که دست به هم داده و مبارزه داره در یک شاخه، در یک میدان با کفار مبارزه داره، امور نکو تخریب. سعیست اگر این طایفه واقعا ملامت است، در او سنگر تفنگ قرار نداره، در سنگر قلم قرار داره، نکوه به الله قسم پیش الله رفته نیستی. برادری دعوتگرم بدان مسئولیت ادا کو. پیامبر مبشر است، مردم بشارت داده، ترغیب داده، نعمتای الله را، جنتای الله را برش پیش کرده. قرآن سراسر از بشارت پر است. جز اولی قرآن که شما مطالعه میکنی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، قرآن نبی را یاد میکنه، بنی اسرائیل ترغیب میده، بنی اسرائیل نعمتای الله را که مسرتان کردیم در یادتان خوب بیاری. از اینکه در نعمت بزرگ کدام است در فضای قرار داریم، الحمدلله به طریق استقلال انجام احکام اسلام در سر میرسانیم. آیا از این نعمت برادر دیگه خدا خبر کردیم؟ کدام روز تلاش کردیم در پیش بچه کاکا، بچه ماما، بچه خاله، بچه عمه، بیا به خاطر رضای الله یک شورای تلخ جور کو، طلب کو، یک عالم هم در پالوش طلب کو، سوال بکو که شبهات از واره فصل. برای از وام موقع بده بگو چیز اشتباهی که داری این میدان است. کردیم همی کاره؟ ما تو کو کاره نکردیم. خود فهمیدیم تاپی تکفیر گرفتیم، تاپی کفر زدن، مشرک بودن گرفتیم. هر کس که مخالف نظریت است مشرک کافر گفته. کدام رای پیامبر ما پی بودیم؟ آیا ما بشر بودی تو؟ آیا به این مردم بشارت دادی که توحید الله چی پیام داره، چی عاقبت و انجام درست داره؟ بیایی یقینا دست بدیم به او دوستان ما که آل هم و جای الله به قبر صدا داره. کلان کننده اولاد خود الله را نمیدانه، آقا را میدانه. مشکل حل کننده مشکلات خود الله را نمیدانه، نعوذ بالله صاحب قبر را میدانه. بیا ما چی کردیم؟ والله خود جواب داده میتونیم. این رسالت دعوت خود تکمیل کردیم. بیا به هوش بیایم، بیدار شویم، دست به دست بدیم. مبشر است، پیامبر بشارت میده. خب این کفایت نمیشه. طبیعت های انسانی متفاوت است. یک شخص گپ قبول میکنه در راه حق میه توسط ترغیب، اما شخص دیگر طبیعتی سخت داره، بشارت ها خوشش نمیه، ترس از عذاب خیلی زیاد در قلبش تاثیر داره. وظایف انبیاء علیهم السلام در پالی بشارت نظارت آمد و نذیرا. پیامبر علیه السلام
الله خطاب میکنه تو را روان کردیم. نذیر هم پیامبر قوم خود در کوه صفا بالا نکرد، آواز نداد، برای هر کدام هر خیل علایده نام نمیگرفت. چی برش میگفت؟ بلدنگ میداد ما اگر وکیل شویم نواسه بی خود هم نمیمانیم تا که وظیفه در دولت برش پیدا نکن. الله اکبر. یکی از دوستا الله در عمرشان برکت پرده، بصیرت کامل در ذهنش خلق شده بود. من موجود بودم در مجلس، اقارب خود جمع کرده بود در درس. بسیار یک دلیل معقول، بسیار یک دلیل قناعت بخش، ساده، آسان، ذهن فهم بیان کرد. گفت دوستا اگر یکی از ما فامیل از اقارب مریض شوید و در شفاخانه بروه، شما اقارب برای عیادت و پرسان از او حتما میروی یا نه؟ آیا شده میتونه که در بینتون یک نفرم در خانه بشینه برای عیادت پرسان او مریض نروه؟ کلگی گفتن نه. گفت اگر امو مریض در امو موقع که در شفاخانه قرار داره به خون ضرورت بکنه، به پول ضرورت پیدا شوه، همه ما میدویم از جیب بندلای پول میکشیم و میگیم که تو باش یک اقارب ما حیاتش پس برگرده، از دنیا رحلت نکنه. همین طور است یا نیست؟ گفت بله. گفت چرا؟ دوستا وقتی ما غم جسمی قریبی و رشته‌داری خدا میخوریم که جسمش آرام شوه، جسمش تندرست شوه، مریضیش از بین بره، آیا کدام روز برای مریضی روحی قریبی خود رشته‌دار خود فکر کردیم که قلبن مریض است، از نگاه دین و ذهن مریض است، انجام و سرنوشت این مریضی خو وفات است؟ به سختی و به تکلیف اگر بمره الله معافم میکنه شه. اگر مؤمنی واقعی است خود جنت هم الله برش میده. اما این مریض اگر از دنیا بره جایش جهنم است، راهی هم نداری برای خلاصی. چرا ما تصمیم نمیگیریم برای نجات اقارب؟ به اقارب خود میگم ما شما را دعوت دادیم، به این خاطر دعوت ندادیم میمانخانه را براتون نشان بدم، به این خاطر دعوت ندادیم که ما این امیر رقم هستیم. به الله قسم احساس مسئولیت دینی کردیم و خود در این راستا ملامت در مقابل شما میدانم که من عقیده حق فرا گرفتم، اما یک روز شما را جمع نکردم، در یک مجلس و فضای صمیمیت و دوستی شما را دعوت ندادم و این خاطر این مسئولیت خود ادا میکنم. شما ببینید اگر این نکات ما برای دوستی خود ارائه کنیم، ما دوستی خود به عزت و احترام در خانه طلب بکنیم. جناب موحد تو توحید و یکتاپرستی الله را یاد گرفتی، محبت پیامبر و سنت پیامبر در قلبت جا گرفته، هر مرتبه ای که تو یک نماز میخوانی بسیار خوش میشی، احساس آزادی میکنی، احساس قبولیت دعا و عبادتی تا میکنی. برای برادر مسلمان دیگر رشته‌دار قریبت امیر میخوی یا نمیخوی؟ بگو. نذیر است، صفت پیامبر نذیر است. نذیر مطلقی ترساننده را نمیگه. در پشت دیوال پنهان شو که من که آمدم او کو سر من که من خیز بزنم بترسم. نذیر ترسانندی از روی دلسوزی را میگه. بچگه که در لب تنور رسیده نزدیک شده قریب میفته وی میکنه می دست میگیری. بچگه خومه ترسه خود تو از کمال دلسوزی این صدا را کرده، به خاطر نجات بچت خیز زده، به خاطر نجات بچت آواز بلند کرده. پیامبر دلسوز است، دعوتی از او نشأت از قلب میکنه، از دلسوزی میکنه. امروز سخنای ما تاثیر نداره، مردم نمیپذیره. چرا؟ یقینا و کیفیتی که در دعوت پیامبر صلی الله علیه وسلم موجود است در دعوت ما وجود نداره. سخنای ما کوفتای دل کشیدن است، عقده هایی که در دل است میخوایم او را به بیان خود از دل خود بکشیم. هیچ نوع تأثیری نداره سخنای ما. اما پیامبر طور نبود. پیامبر سخنای عادی میزد، اما آنقدر مؤثر، آنقدر تغییر و انقلاب در وجود مخاطب می آورد که دیگه جان خود گرفته نمیتونست. علت ای بود بسیار دلسوز، از روی شفقت و ترحم سخن میگفت. درد داشت، درد نمیخواست
این برادری مسلمانش در آتش جهنم بسوزه، رای جهنم در پیش بگیره و میخواست اگر ما رای حقیقت پیدا کردیم روان هستم، قریب و رشته‌دارمون بعد روان باشه. الله اکبر. در آخرین مرحله پیامبر کاکای خود اعلان نمیکنه، برای کاکا میگه که کاکا یک مرتبه بگو که لا اله الا الله، الله اکبر. عقیده توحید اعلان کو که در روز قیامت سفارش کرده بتانم. چی پیام داره برای ما؟ در روز قیامت کسی که عقیده را نداشته باشه ولو در مقام و منزلت خیلی عالی قرار داری، برای او طور کسی شفاعت هم کرده نمیتونی. اما ابو جهلا، ابو لهب ها در گردوبر او طور مردمان ننگ داده رایسته که دین آبا و اجداد تو ترک میکنی. امروز طایفه ها و قریبای ما همین قسم در ننگا گیر آمده. این مردمایی که دعوت به شرک میده واره به ننگ بسته کرده، برایشان میگه دین آبا و اجداد، دین آبا و اجداد. کدام آبا کدام اجداد؟ دا آبا و اجداد خو ابراهیم خلیل الله بود، حنیف حنیف حنیف. مطالعه کو زندگی ابراهیم خلیل الله را چطور بابا بود. در جمله بابا خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. چطور زندگی داشت؟ کدام بابا؟ بابایی که نه قاعده نورانی را یاد نداشت، الف بی رام خوانده نمیتونست، نمیشناخت. کدام بابا؟ مناسب شما را ترغیب میده بابا. کدام بابا؟ بابایی که قرآن برات میگه ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. کدام بابا را پیروی کنیم؟ قرآن میگه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. کدام شخص است که از روش، از طریقه، از نظام ابراهیم خلیل الله سرپیچی کنه، اعراض رو گردانی کنه، مگر کسی که خود به حماقت زده. یقینا ابراهیم خلیل الله الگو و نمونه برای پیروی است. چرا؟ الله برگزیده ولقد اصطفیناه، نه تنها در دنیا، در آخرت هم. فی دنیا، در دنیا هم برگزیده. امتحانات الله را تکمیل کرده، راه و طریق زندگی را به مردم رسم کرد ابراهیم خلیل الله. مبارزه از کجا شروع شد؟ از پدر شروع شد، با قوم، با دولت، میده کردن بت‌ها، ترک کردن وطن برای دین الله، آباد کردن کعبه. خواهش نفسانی از بین بره، محبت زن او طرف شوه، گذاشته شوه، محبت اولاد نباشه، ذبح بکنه. کدامی ما تیار هستیم؟ امروز رسم و رواج قومی تو را نمیگذاره که عمل به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بکنی. فقط امی برد مردم برم بد میگه، الله برد بد نمیگه. از الله حراسی نداری، در پیش الله روبرو شدنی نیستی، از قوم میترسی. کلا قد تعنا و مبشرا و نذیرا. پیغمبر نذیر است، به دلسوزی دعوت میده. الله متعالی شیوه و صفت نصیب امام بکنه. چهارم صفت و داعیا الی الله، دعوت دهنده به سوی الله. الله اکبر. نقطه جالب است، دقیق است، باریک است. هر کس متوجه به این گپ نمیشه. امروز زیاد دعوتگرا داریم. نزدیک انتخابات که شوه، وکیل صاحب میایه، تو میگی به خورده کم سلام میده، در سرش دسته میکشه. به فقیر و دیقانم السلام علیکم السلام علیکم میگه. آنقدر خودم متواضع کمین و مردم معرفی میکنه که انشالله اگر بر آرای شما آمده پارلمان رسیدم، این کوچگک هایتان ایتر پخته کنم، جاگگکی مرا بگیره، خانگکی من بگوی سرای راحت شما باشه. اما 4 روز بعد دعوت به سوی خود میداد، به سوی چوکی خود میداد. 4 روز بعد در خانه که تک تک میکنی، مصروف است، خواب است، در دوبه است، وقت نداره، خارجی ها پیشش آمده. باز بیچارگک سالا تیر میشه. این مردکه را یک مرتبه مگرم در تلویزیون داشته باشی ببینی. در تلویزیونم القو میشینی قدر کلان شده، داد ازی میزنه چه رشوت هاست در دولت. رشوت ها در دولت از تو کیستی؟ این میگه دعوت به سوی شخص. ما گروه ها را دیده، دعوت به سوی تنظیم است، دعوت به سوی استاد. مولوی صاحب خود است، حالا مولوی صاحب بزرگی از او را بیان میکنه، دعوت به سوی پیر صاحب است. الله اکبر. یک عجیب. این پیر صاحب خبر داری؟
ما چند نفر روان شدیم، در دل ما گشت که امیم روز پیر صاحب برای ما شولا میداد تلخ. اونجا که رفتیم شوله تلخ موجود بود، پشتی گپ نزد. دعوت به سوی بزرگی بیان کردن پیراست، دعوت به سوی الله نیست، برای بیان بزرگی الله نیست، برای یکتاپرستی الله دعوت وجود نداره، برای عملی کردن احکام الله دعوت وجود نداره. پیامبر صفتش و داعیا الی الله. گاهی مردم نگفت که مردم بیای برای ما سجده کنی، بیای دستای مرا بوسه کنی، برای ما کلیتان یک دفعه بخیزی. الله اکبر. صحابه پیشنهاد داره، پاچاهای فارس دیده، روم دیده، قیصر دیده که اونجا برای پاچاها برچفک مردم استاده سجده برش میکنن. خود پیشنهاد کردن برای پیامبر صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله، و مردم ها خود برش سجده میشن در حالی که اهلیت و لیاقت سجده را نداره. و تو خو الله متعالی کمالات برای داده که در مخلوقات بگوی امو گل بالا کیست؟ توستی. امو مقامی بالا برای توست، تو لیاقت یزیر داره که ما برای سجده کنیم. پیامبر چی میگه؟ اگر سجده برای غیر الله جایز می بود امر میکردم زنا را که سجده برای کی بکنه؟ مردا. اما سجده حقیقی است. گاهی مردم دعوت نداد. تأسف است. امروز نه تنها جناب پیر و مولوی و عالم، خوجه و میا و ملنگ که به خود به سجده مردم دعوت میده، ایره خب بگذار. ملاهایی که در گرد و بریش است و مردم دعوت میده، میگه پایایش بوسه کنید، دستارا خب بگذار. ادب تکمیل نمیشه تا وقتی که ذکر الله را میکنی چهره ای جناب در ذهنت بگیری الله بگو. الله هم باز آخر نمیشه هو آخرش گپ در جای دیگه میرسه. اگر چهرهش نبینی نعوذ بالله باز مشابه میشه به حیوانات که اینجا صدا از کیست. آخر همی عقل، همی منطق، همی استعداد، همی کدام طرف میره؟ آخر با کتاب الله حلموی مبارک آمده شفاست ده پرتیز، شفاست ده پرتیز. کی گفت؟ کجا شد موی مبارک؟ کدام سند ثابت میکنه؟ الله متعال قرآن خودش میگه شفاء لما فی الصدور. از این شفا حاصل کردی و قلبت که مریض بود از این قرآن شفا برای خود گرفتی. با کتاب الله چی معامله کردی؟ کتاب الله متروک شد. دعوت هم از کتاب الله ما نگرفتیم. دعوت امتیازات یا خصوصیت دعوت پیامبر صلی الله علیه وسلم است. دعوت به سوی منافع شخصی نمیده، دعوت به سوی الله است. الله اکبر. امروز در جهان هر کس که دعوت میده یک چیزی یا بلدینگ یا معلومات دنیا را به مردم پیش میکنه که اینطور است. همین گپا را برش بیان میکنه. پیامبر دعوت که میده برش میگه اولین دفعه که تو کلمه لا اله الا الله را به زبان میرانی دیگه مورد امتحان الله قرار میگیری. پدر دستخانه میکشه، مادرت میگه دیگه شیر خدا نبخشیده. دیگر روز پدر اعلان میکنه که بچه‌م عاق است. برادر تو را میگه که ما و تو دیگه برادری نداریم. قوم اعلان میکنه که مردکر از این قوم بکشه. این دین جدید آورده، عجیب گپا میزنه. پیغمبر دعوت به مردم داده، نه وعده زن داد، نه زر داد، نه زمین داد، نه ملک داد، نه مال داد. هیچ دعوت وعده را نداد. وعده به ای داد که آخر نتیجه کشتن است. تعذیب میشی، شکنجه میشی، تکلیف میبینی. ایره میپذیری نمیپذیری. یکی از جمله دانشمندای اروپایی در مورد زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم تحقیق کرده. یکی از نشانه های پیروزی دعوت شبیست. گفت حقانیت دعوت پیغمبر در این نکته بود که در دنیا هر طایفه، هر شخص، هر فرد که میخیزه مردم دعوت میده. یکی از جمله امور ظاهری و مادی را به مردم وعده ها میده، اما پیامبر به کسی وعده نداد که بیا تو اسلام بیار دختر برات نکاح میشه، اسلام بیار مال برات داده میشه. پیامبر دعوت داد، گفت بیا تو شکنجه میشی. نتیجه آخر شهید شدن است. الله اکبر. ای کاش که امو لذت دین، امو لذت عقیده در قلب ما یک کمی استحکام پیدا میکرد که مثل بلال واره در سر ریگا مردم کش میکرد، روغنا و خونای ما در سر ریگ روان میبود.
خب ما میگفتیم احد احد، ما الله را میخواهیم. امروز در راه دعوت چیه؟ چه تکلیف کمایی کردیم؟ بگوی چه درد دیدیم؟ سیرت رسول الله مطالعه میشه. برای چی مطالعه میشه؟ سیرت رسول الله مطالعه شود که ما بدانیم که پیامبر به کدام روش و به کدام سختی و تکلیف بیان دین الله را در پیش مردم کرده، در حالی که تکی تنها مونس هم نبود، کسی هم نبود که قطش بشینه همین درد دل خدا برش قصه کنه بغیر از کی؟ خدیجه الکبرا رضی الله عنها. الله اکبر. شما سیرت بخونید، خود سیرت به این حیثیت نخوانید که در مسابقت تاریخ یاد داشته باشم. سیرت از این حیثیت بخوانید که چراغ زندگی خود قرار بده. پیغمبر چطور زندگی کرده بود؟ من زندگی را از خود میکنم، من در مورد پیغمبر قدم میگذارم و چون پیغمبر را دوست دارم شمایل، اخلاق، حلیه، همه راهایش زیر مطالعه قرار میدم. راز کامیابی دعوت پیغمبر در کجا بود؟ همون نکته ها را من خود بررسی میکنم، باید به موشه و قدم بگذارم. افسوس امروز در میدان دیده نمیشه. وسائل برای دعوت آنقدر الحمدلله سهل آسان شده. آیا تا طایف مثل پیامبر ما پیاده سفر کردیم؟ امروز توسط اینترنت میتونم سخن خود در دقیقه فوری امیال بیانم حتی در امریکا پخش شود. میتونم، دسترسی دارم. الله اکبر. موتر در پالویم است، قلم در پالویم است، موبایل در پالویم است. من بسیار تشویق شدم، من بسیار ترغیب شدم، برای من بسیار شجاعت داده شده. مردم برای من در تلفن میگم مولوی صاحب شاگردی ممری کارت موبایل تستم. سخت در شرک واقع بودم، به الله قسم دین نمیدانستم. فهمیدم که دین چی را میگه. من میگم الله اکبر. ما وری مردم گناهگار سخنانی که به هیچ وجه هماهنگی و موافقت و برابری با سخنان گوهربار رسول الله صلی الله علیه وسلم نداره، ولی با این سخنان ما گناهگارم که مردم گوش میمانه، چطور خیر ما آرام بشیم؟ چطور ما یک لحظه خود آرام تیر کنم؟ الله اکبر. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم علی رضی الله عنه بچه کاکای خدا، داماد خدا، شخصیتی که واقعا خیلی دوست دارشه، روان میکنه طرف خیبر. چی پیامبرش میگه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ادعوهم، دعوت بده امی اهل خیبر تو ای علی رضی الله عنهم بسوی چی؟ لا اله الا الله، که و عقیده توحید الله را بپذیره و اخبرهم بما یجب علیهم، خبر بده به آن چیزی که سرشان واجب است. خب بعد از او برش چی پیام میده؟ این دعوت که تو میدی، این وظیفه را که اجرا میکنی چی است؟ لا یهدی بک الله رجلا واحدا، اگر الله هدایت کنه با واسطه تو یک شخص، خیر لک من حمر النعم، بری تو بهتر است از شترای سرخ کرده، بهتر است از شترای سرخ کرده. انفسترین، قیمت بهاترین، نایابترین مال در او زمان امی شتر بود. خوی برات بهتر است. شتر مال دنیاست، چند روزه شان و شوکت سرش میکنی، لیکن یک روزی میروی. اما هدایت یک شخص که نجات از عذاب جهنم میابه، این برای تو خوب نیست؟ این برای تو خوب نیست؟ بلکل خوب است. ما اگر عقیده حق در قلب ما یقینا ریشه گرفته، ما را آرام نمیگذاره. این روشنی همیشه پت نمیمانه، شعله هایش از یک روزنه نه از یک روزنه بیرون میبراید. یک روز خود پنهان کنی، دو روز خود پنهان کنی، روز سوم پنهان نمیشی. موحد خود پنهان کرده نمیتونه، بجز از اون مردمایی که از مداهنت کار میگیره افشا میشه، در خانه پدر افشا میشه، در بین قوم افشا میشه، دعوتش علنی میشه. پیامبر همینطور دعوت داده بود. صحابه کرام اینمی قسم پذیرفت. سحره فرعون وقتی که حقیقت دین درک نکرد، در سجده نفتادن. آلی ترسی فرعون در ذهنشان است؟ نه،
او قسما میخوره که ما شما را در شاخهای خرما اعدامتان میکنم، آویزان میکنم. گفت تو چیزی را انجام میدی که در دنیا اختیارش داری، فقط ما را آویزان که میموریم. اما رجوع ما به سوی کیست؟ الله متعال است. امروز چرا همین عقیده را ما از خود نکردیم؟ چرا همین پیام الله که رجوع ما به سوی الله است؟ همین نعمت بزرگ دوستی خدا آگاه بسازیم، قریب خدا آگاه بسازیم، دعوت ما به سوی الله باشه و یک تا پرستی الله. آیتی که براتون خواندم ولقد بعثنا فی کل امت رسولا. برادرم وظیفه کی را پیش میبری خبر داری؟ وظیفه انبیاء علیهم السلام. وظیفه انبیاء علیهم السلام را پیش میبری. هر پیغمبر الله میگه ما روان کردیم در قوم. چی برش پیام دادیم؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوم در رأس دعوتتان، در سر دعوتتان این سخن وار از وار بدون تأمل، بدون وقت تیر شدن برای مردم بیان کنی که ان اعبدوا الله، یک الله را عبادت کنی، واجتنبوا الطاغوت، از طاغوت اجتناب بکنی، دور بکنی. طاغوت چی را میگه؟ هر آن چیزی که بنا حق پرستشش میشه، از سنگ، از درخت، از چشمه، سمی دلدل، شاهی مردان، چنارا را مردم چی میکنه؟ اولیای کرام پیغمبران علیهم السلام طاغوت گفتن نمیتونیم. چرا؟ و دعوت نداده، راضی نیستن. اگر چی مردم برای از و عبادت بکنه، در وقت حاجت ها برش آواز گفته شود، او طاغوت گفته نمیشه. او چی است؟ اونجا طاغوت شیطان است که به وسوسه و به شبهه ها ای آدم مبتلا به عبادت صالحین و اولیاء و پیغمبران دوچار و مبتلا ساخته. طاغوت اینجا شیطان است که او را فریب داده. بله، اگر انسان ها خود کلان میتراشه مردم به سجده خود دعوت میده، به این دعوت میده در وقت ذکر چهره مرا بگیرید نظر، به این دعوت میده در وقت مشکلاتتان حتما به ما آواز بده، و به این دعوت میده که وفات کردم و فلانی مرض سر شما آمد و در قبر من آمده، باز ذمه‌وار خودتان هستی، ملامت خودتان هستی. اینطوری دعوت ها را که میده این طاغوت است. قرآن بیان میکنه هر پیغمبری دعوت داده. ما هم تابعدارای پیغمبران علیهم السلام هستیم. دعوا داریم که در پیروی پیغمبر قدم میگذاریم. واقعا دعوت دادیم؟ با چشم سر میبینیم مردم چی میکنه، چی انجام میده. یک روز خدا آماده برای دعوت از او نکردیم. امیم دفعه میرم و بسیار عاجزی، تواضع قطش میشونم، سخن قط شروع میکنم. برو اگر قط چپیلا قام زد خیر است، اگر مرا از دستم کش کرد، از خانم بیرون کرد خیر است، یک چند دشنامم که داد زد خیر است. امی همه گپا به خاطری کی؟ بگوید دین الله متعال چی میکنم؟ قربان میکنم. آبروی خدا، لطی خدا، عزت خدا بگوید فدای چی میکنم؟ دعوت دین الله میکنم. الله اکبر. دعوت دین الله را بده، بله، که در روز قیامت الله از آبرو و عزتت خود دفاع بکنه که آبرو و عزت تو قربان کرده بودی به خاطر دین الله. دعوت به سوی الله، اولین دعوت به سوی الله است به توحید الله. برای مردم بشناسان که الله ذاتی است که هیچ کس در عبادت شریک شده نمیتونه، نه مستحقش است. لا اقل این قدر به مردم بفهمانید. تا آلیده مادری ما بر ما میگه بچم کجا روان هستی؟ مادر جان میرم در چین، در پاکستان، در هندوستان، در کانادا. خب برو الله و سخی صاحب ترا به خیر خوشی بیاره. یک روز مادری تا نگفتی که او مادر جان آیا الله اینقدر قدرتش ضعیف است که مرا به خیر خوشی پس آورده نمیتونه تا که قوت سخی صاحبان قطعی الله یک جای نباشه؟ گفتی؟ اینه مثالا براتون میگم که ما چی مسئولیت داریم حتی در خانواده خود. داعی به سوی الله باشیم، برای احکام تعمیل احکام الله دعوت بدیم. بیکی نمی حکم الله متروک است، بیکی دستیکی بکنیم، امیر عملی بکنیم. به دعوت به سوی الله، دعوت به سنت رسول الله، دعوت به سوی الله شامل است. سنت رسول الله را که میبینی متروک است، دست به دست بده، دوستا را با هم یک جا که بیا همین سنت پیغمبر است بالکل متروک شده. این مردم کلگی وضو کرد 100 نفر یکیش مسواک نداشت، چطور کنیم؟
والا مسواک چند روپه قیمت داره؟ 10 روپه. 10 روپه 1000 روپه خو من انشالله دارم. 1000 تو کو 2000 چند دانه مسواک میشه؟ 200 دانه مسواک. 200 نفر توزیع میکنم. ترغیبام برش میدم که مسواک سنت رسول الله است، مفید صحت هم است. ما اقدام کردیم برای عملی کردن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، تلاش کردیم. بیا همین صفحه که جور میکنیم چه قسم جور کنیم؟ طریقی پیامبر صلی الله علیه و سلم چه رقم است؟ ما دعوت بدیم به سوی الله. خب باذنی. نکته دیگری که در اینجا هست، دعوت پیامبر به سوی الله هست. دعوت به سوی شخص، منافع شخصی، منافع قومی، منافع سیاسی، این گپا نیست. فقط دعوت به سوی دین الله هست. خب چه رقم دعوت میده؟ از خود راه ها را انتخاب میکنه، نقشه ها میریزه؟ نه، باذنه. کدام حکم پیامبر است که به مردم بیان میکنه و بدون اذن الله و امر الله باشه؟ خو نیست. و ما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. اما اینجا چرا الله متعال در مسئله دعوت کلمه باذنه را میگه؟ به خاطری که تاثیر گذار شوه. زمانی که دعوت از جانب الله باشه و تو را دعوت میدم، تو درک میکنی که اوه ای آدم، این گپی که برای من میزنه این گپی شخصی از این نیست، این برخواسته از مفکوره و ذهن خودش نیست. چرا سخنی که برخواسته از مفکوره خود آدم باشه تو میگی من یک انسان هستم مثل ازیواره. اما مفکوره کی داره، ذهن کی داره؟ من دارم. شده میتونه سخن من از این کده قویتر و راستر باشه، از او خاطر نمیپذیری. ولی وقتی که برات میگه که نه، حکم الله متعال شده، آل ذهنت بالکل میپذیره، میگی که دعوت از جانب الله داده شده. پیامبر راز کامیابی دعوتش امی بود که مردم به حکم الله دعوت داد. 40 سال در بین مردم با کمال تقوا، امانتداری، صداقت، اخلاق نیک و زیبا که خرد و کلان اهل مکه بالکل این تصدیق میکنه و تسلیم است. خود دعوت نداده. یک روز کسی را نگفت که من شما را به این قسم به این چیزا دعوت میدم. زمانی که پیام وحی الله آمد دعوت شروع کرد. خب امروز دعوت ها چه رقم دعوت میشه؟ جناب پیدا میشه به مردم چی میگه؟ ما در مرحله رسیدیم که هر چیز از سینه خود میگیریم. به قرآن ضرورت نداریم، به رسول ضرورت نداریم. دیگه سوژه اعلان میکنه بسیار ریاضت میکردم، خوش داشتم در قبرها برم، زیارت ها میگشتم، ریاضت میکردم، سری خود بند کرده بودم، گوشت میوه را طعاما را. یک روز همینطور برآمدم که میبینم که دنیا نورانی است، عجیب روز است، هوا معتدل. سعی میکنم که همه ما حول خودم نور مشاهده میکنم. 3 دانه آواز شد برم. یک آواز شد که بخی خوکده مردم دعوت بدیده. کجا؟ در خود پرستی، در سجده کردن به خود. 2 آواز دیگر را پنهان کرده میره به مردم نمیگم. و 2 آواز دیگه خبر داری؟ در یکیش دعوای نبوتی خودم میکنه، باز در دیگهش دعوای الوهیت خودم میکنه. به حیا واره. او وقت باز میگه امی مردمی که مردم دعوت به خود داده در انجام دمی کابلتان، همون جناب پیر صاحبی که اول میگفت من شما را میرسانم قلبایتان پاک شود، در آخر امر ادعا نکرد که سخن ما سخن کیست؟ الله. کلیپش موجود است. با علمای اهل تشیع مناظره داره. همون جوانا که مریدایشان است. گفت الله حلول کرده در وجودی کی؟ جناب فلانی خان و آل فلانی خان که سخن میگه سخن کیست؟ بگویه. دعوای الوهیت شاخ داره، رنگ داره. ولی همین ملت کدام طرف گم است؟ چطور راه هیچ پیدا کرده نمیتونه؟ آیا پیامبر به این عظمت خود کدام وقت گفت که الله در وجود ما آمده؟ حالی که سخن ما میگه و سخن ما نیست، سخن کیست؟ اینجا الله تکلم میکنه. نعوذ بالله. الله جسم داره؟ منزه است. الله مشابه مخلوق شده؟ میتونه؟ لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. ولی با تأسف ملت در اینمی قسم تاریکی قرار داره. ای برادر مسلمانم، نه تنها کیو از بین رفته، امروز در شهر کابل کم از کم در 50 نقطه همچو حلقات وجود داره و امین دعوت ها داده میشه. خود تو مسلمان غمی دنیای تبخو، غمی موتری تبخو، غمی تا بیلدینگی تبخو، در تلاش عزیبی چه قسم یک زن به خود بگیرم، چه قسم خود آراسته کنم کالا.
4 ساعت تن و دموی شانه کردن تیر میشه و 5 ساعت دیگه هم در کالا پوشیدن. آخر ملت کدام طرف داره؟ تو مسئولیت نداری؟ بچه کاکای موتوس، بچه مامای موتوس، لا اقل همسایه، لا اقل مشترک در الفاظ کلمه است. و هم لا اله الا الله را میگه و تو لا اله الا الله را. اگرچه او مفهوم و مقصد لا اله الا الله را تا آلی را درک نکرده و تو درک کردی، باید مفهوم لا اله الا الله را به او برسانی، بیان کنی و مسئولیت خود ادا بکنی. ان شاء الله جمعه های آینده ان شاء الله این سلسله دعوت، طریقه دعوت و مسئولیت دعوت، چه قسم دعوت داده شود، منهج دعوت، کلش ان شاء الله اگر حیات باقی بود الله توفیق شامل حال ما ساخت ایرا تکمیل میکنیم. سوال کسی روان کرده، سوال کرده که نیت کردن در نماز چه حیثیت داره و آیا جای نیت در کجاست و با زبان نیت کردن در شریعت اسلامی چه حکم داره. برادر ما که سوال کرده سوال خیلی نیک و زیباست. انشالله در جمعه های آینده هم چو سوالات جریان داره برای از اینکه معلومات برای دوستا حاصل شود. نیت قصد میگه، قصد قلب میگه و خودت گفته که محل نیت کجا است. نیت میگه به خاطر یزید شریعت که یک عبادت از عبادت دیگه جدا شود. وقتی که تو قصد میکنی یاران نماز سنت میخوانی یا فرض، نفل میخوانی یا فرض، تمیز میگه، جدایی در بین عبادت ها میگه و گاهی به خاطر جدایی عبادت از عادت میشه. یک آدم همون طور میره گرمی کده ده او خود میندازه پس میبره به این او انداختن خود این آدم نماز خوانده نمیتونه. چرا؟ قصد پاک کردن خود نکرده، قصد سرد شدن خود کرده. اما کسی دیگری میره غسل میکنه و او نماز خوانده میتونی. عمل یک عمل است در آب انداختن، اما در یکی قصد پاکی را کرده، در یکی قصد سرد شدن. جدایی یکیش عادت شد دیگهش عبادت شد. اینجا فرق در بین عبادت و عادت میاد. و دیگه در نیت تمیز معبود از معبود است. برای کی عمل انجام میدی؟ برای الله یا برای کسی دیگره؟ از همون خاطر یک عبادت بدون نیت صحیح شده نمیتونه. ضروری است هیچ عبادت بدون نیت صحیح نمیشه. اما نیت محلش کجاست؟ من یک مثال ساده میدم. وظیفه گوش شنیدن است، وظیفه چشم چیست؟ دیدن. اگر ما همینجا بگوییم که چشم شنیده میتونه و گوش دیده میتونه، درست است یا خطاست؟ وظیفه زبان گفتن است، وظیفه دل اراده و قصد کردن است. نیت خو قصد گفته بود، پس محل صادر شدنش کجا جور شد؟ دل جور شد. از او خاطر محلش زبان نیست که به زبان گفته شود. علما الحمدلله بسیار علما، حتی علمای مذاهب اربعه، خصوصا در مذهب حنفی، مولا علی قاری رحمه الله در زیر حدیث انما الاعمال بالنیات نوشته میکنه که نیت کردن به زبان بدعت است. چرا بدعت برش میگه؟ به خاطر که عمل پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابه رضی الله عنهم و بعد از او تابعین و تبع تابعین کسی هم این انجام نداده و این مفاسد بزرگ زبان نیت به وجود آورده. مردم سجده تلاوت قرآن کریم سجده تلاوت میکنه باز نمیکنه سجده تلاوت. چرا؟ میگه نیتی شاید ندارم. و جناب محترم آیت خواندید آخر رساندی، حالی قصد کو که من سجده تلاوت میکنم در دل، الله اکبر بگو، سجده کو. در جنازه حاضر هستن، جنازه استاد پیش بیا، جوانا استاد است، بیا جنازه بخونه، نیت جنازه را یاد نداریم. خو نیت خو قصد قلب میگه. از امو خاطر در یک عبادت نیت به لفظ نامده. اگرچه در حج لبیک حجتن و عمرتن میگه، او به منزله تکبیر است که در نماز الله اکبر میگیم. از او خاطر نیت در زبان بدعت است، این در زبان کردن نمیشه. اونجا قرائت امام شروع و اینجا تو نیت کردم میسازم. یک کسی یک واقعه را نوشته که در حرم میگه یک نفر استاد بود، نفر دیگه هم در پالوش بود. او به زبان نیت میکرد، یکی شروع کرد که نیت کردم ادا میسازم 4 رکعت، 2 رکعت نمازی فرضی جمعه را پشت حاضری اینمی امام حرم و روی امام طرف یمی کعبه و خالص برای الله متعال. و مردکه پس اعلا کرد دستای خدا، میگه برش گفت که بیادرکم یک چیزی از پیشت ماند، تاریخ هم ذکر کو، اینی ساعت، اینی روز، اینی ماه، اینی سال، اینی طور گپارم بگو، کالای تم ذکر کو که با این کالا این نماز میخوانم. این رنگا را گفته رایستی. عجیب است، در بدر شد ملت توسط این گپا. نه، نیت قصد قلب میگه. زمانی که موت امیالی ده نماز جمعه همین که میخیزیم، برای چی میخیزیم برادرها؟ او چند رکعت است نماز جمعه؟
امیر قصد کرده الله اکبر گفته میشه. الله متعال کلگی ما را سری احکام دین بفهمونه. این سلسله سوالای ان شاء الله ادامه پیدا میکنه. اینی قدر گپ براتان حاصل شد. یکی از خاطرات خود هم براتان میگم. در اون زمان خرد بودم، من خودم میگه پاره نمیفهمیدم که یک کتاب فقه را کم کم میخواندم. در پالیم یک ریشسفید از قوم ما بود، الله مغفرت کنه کل اهل اسلام، بسیار آدم دیندار بود، تکبیر اولا را همیشه میگفت، شب و روز در قرآن تلاوت قرآن مشغول بود، اما زبانش کم کم بند نشد. این که تکبیر خودش گفت شروع کرد به نیت. شما باور به الله بکنیم، مولا امام در رکوع رفت، او نیتش تکمیل نشد که نیت میوکه زرد اخلاصه تا که در اوج رسید. عجیب است. الله متعال رحم بکنه که امت از همه مسائل دین آگاه شوه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.